با سلام. امروز اومدم این سمت باغ که نشونتون بدم نخل هایی که کوچیکن. این کوچیکه و بعداً میشه اینقدر میشه، بعد بزرگتر میشه، بعد اندازه اینا میشه. اینا قدیمی هن. بعد بزرگ میشن اینا. این سمت باغ اینا نخل های بزرگ هن و قدیمی هن. این نخلی که میکاریم حداقل با 4 سال بمونه که محصول بده. این نخل های ما همشون نخل های قدیمی هن. مثل این یه ور این کوچولو هنوز، این کوچولو هنوز، این یکی هم کوچولوتره. اینا دوتن، این یکی با این یکی. آره. و از این به بعد دیگه هوا که گرم میشه نخلا رو آماده کنیم برای که محصول بدن. تا دیگه برج 4 و 5 دیگه رطب و خرما بدن. دیگه کم کم دیگه باید آماده شون کنیم. این هم دیگه فصل بهاره. این درخت ها شکوفه میکنن. نگاه کنید چه قشنگه، سرسبز ماشاءالله. جهت خالی. ماشاءالله. من فکر کنم آقام کاشتش. این درخت فکر کنم توت باشه. فکر کنم توت باشه. آره توته. نگاه کنی توت. چند سال آقام کاشتش توت. فعلا با اجازه.